ابعاد و علل سانحه سقوط بالگرد حامل رئیس جمهور با دستور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بررسی می شود. در پی حادثه ناگوار شهادت آیت الله سید ابراهیم رئیسی و همراهان ایشان، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هیئت عالی رتبه‌ای را با مسئولیت سرتیپ پاسدار خلبان علی عبداللهی به همراه کارشناسان متخصص و فنی کشوری و لشکری مأمور بررسی ابعاد و علل موضوع کرد. این هیئت عالی رتبه در محل وقوع حادثه در آذربایجان شرقی حاضر شده و بررسی سانحه را آغاز کرده است. نتایج بررسی‌های میدانی متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد. اما جزئیات بیشتر از لحظه رصد و شناسایی بقایای بالگرد حامل رئیس جمهور توسط پهپادهای ایرانی. همکارم آقای شادلو اینجا در استودیو با ماست تا از جزئیات این عملیات بگن. آقای شادلو، موقعیتی که پهپاد ایرانی بقایای بالگرد رو شناسایی کرد کجا بوده؟ چه ساعتی بوده؟ حوالی ساعت 5:30 یا 35 بین این تایم یکی از تیم‌های ویژه پهپادی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تونستن بالگرد رئیس جمهور رو در حوالی جنوب غربی روستای اوزی، اگر تلفظش اشتباه نگم، اونجا پیدا بکنن. خب و موقعیت رو اونجا شناسایی کردن، تایید کردن. حالا همونطور که در تصاویر دارین مشاهده میکنید، پهپاد لاشه بقایای بالگرد رئیس جمهور رو پیدا کرده و تیم‌های جستجو امداد و نجات رو به اون سمت هدایت کرد. دو کشور روسیه و ترکیه هم در عملیات امداد و نجات با ما همکاری داشتن. پهپاد ترکیه هم موقعیتی رو به نیروهای امدادی داد. همون نقطه بود که بالگرد رئیس جمهور در اونجا دچار سانحه شده بود. پهپاد ترکیه‌ای با درخواست دولت ترکیه و بعد از تایید مقام ایرانی برای جستجو و کمک به امداد و نجات، اون هم وارد عملیات شد. علاوه بر این که روسیه هم درخواست داد و با تایید مقام ایرانی اونها هم تجهیزات ویژه جستجوی خودشون رو ارسال کردن. در همون وهله اول 2 تا بالگرد از ارمنستان وارد فرودگاه تبریز شد، بعد از اون هم از فرودگاه مسکو تجهیزات شناسایی و تیم‌های ویژه اعزام شد. اما نکته‌ای که هست، نقطه‌ای که پهپاد ایرانی ثبت کرده بود که بقایای بالگرد رئیس جمهور اونجا بود، همونجور که در تصویر می‌بینید، ساعت حدوداً 5:35 صبح از راه زمینی حدود 10 کیلومتر با نقطه‌ای که پهپاد آکانجی ترکیه شناسایی کرده بود و اعلام کرده بود که اینجا بقایای بالگرد رئیس جمهور یک نقطه‌ای دیده، فاصله داشت. حالا در موقعیت شناساییش اشتباهی صورت گرفته بود و نتونسته بود موقعیت بقایای بالگرد ریاست جمهوری پیدا بکنه. بچه‌های تیم پهپادی نیروی قدس سپاه تونستن موقعیت دقیق رو پیدا کنن. فقط از روی نقشه از نظر موقعیتی حدود 6 تا 6.5 کیلومتر فاصله است، اما از راه زمینی که تیم‌های امدادی رفته بودن و برگشتن نزدیک 10 کیلومتر یک سری از تیم‌های امدادی که از نقطه‌ای که پهپاد ترکیه شناسایی کرده بود تا بیان دوباره به موقعیت اصلی که پهپاد ایرانی شناسایی کرده بود برسن، نزدیک 10 کیلومتر تو اون ارتفاعات پیاده روی کرده بودن و جستجو انجام داده بودن تا برسن. ممنونم آقای شادلو، خبرنگار گروه دفاعی خبرگزاری صدا و سیما.